سلام و درود بر شما، وقت بخیر. امروز میخواستم راجع به روانشناسی رزمی صحبت کنم. یه مطلبی هست به نام ذهن آروم. یه رزمیکار واقعی ذهنش عصبی نمیشه. برای که بخوای حریف رو شکست بدی از نظر روانشناسی باید ذهنتو آروم کنی. اگه اون حریف سایکو یا روانش به هم ریخته ذهن تو رو عصبانی کنه، تو نمیتونی کنترل ماجرا رو داشته باشی. پس بهتره که ذهن اون عصبی کنی. البته این روش زیاد جالبی نیست، ولی به خاطری که بخوای فایتو ببری یا کلا مشکلات زندگی رو ببری باید طرف رو عصبانی کنی. حالا سوال پیش میاد که آیا ذهن عصبی آدم رو قدرتمند میکنه؟ نه، مغز رو میسوزونه. آیا باعث میشه قوی تر بشی؟ نه، وقتی ذهنت عصبی بشه بدنت هم دنبالش میره. بهترین تست برای شما اینی که ذهنتون رو آروم نگه دارید. مطلب بعدی هم میخوام فرق بین عالی بازی کردن و بازی عالی کردن رو بتونید. بازی عالی کردن یعنی شما میرید یه بازی یا حالا رزمی رو یک بار بازی میکنی و اون فایت رو میبری. عالی بازی کردن یعنی در طول مدت زندگیت که رزمی کاری اون بازی رو میبری. مثلا استاد وینچون ایپ من که تمام مراحل زندگیش موفق بوده، در سمت چین بوده، جنوب چین فوشان، و به پسراش ایپچینگ و ایپچون آموزش میدادن که سبک وینچون. حالا من وینچون رو بسازم چون خودم کار میکردم. هر سبک دیگه هم همین، با احترام به تمام رزمیکارا و ورزشکارا که همه یه خانواده بزرگ.